یه پیش میشه گفتم داره بوق میخوره. الو اشکان، من مرسدم، دوست پارمیدا. از دیشب که باش دعوا کردی حالش بد شده آوردیمش بیمارستان. میگه کدوم بیمارستان؟ لابد میخواد بیاد اینجا. یه چیزی بهش بگو نمیخواد بیای یا داداشش اینجا. نمیخواد تو بیای اینجا، داداشش اینجا، فقط تا جایی که میتونی واسش دعا کن. خدافظ. خیلی عالی بود امشب، قطعا پیام میده. الان شما دوتا چی کار کردین دقیقا؟ دیشب اشکان با هم کات کرد، ما هم کاری کردیم که برگرده. عجبا. خب پروفایلم هم که عوض کردم، فقط مونده یه سر برم درمونگا. چی؟ چرا؟ دیشب سپهر با هم کات کرد، منم این عکسو گذاشتم پروفایلم. الانم میخوام برم درمونگا سرم بزنم استوریش کنم ببین. تو هم مگه دیشب کات نکردی؟ نمیخوای حرکتی چیزی بزنی؟ نه خب با هم نمیساختیم، لیاقتم هم نداشت، بهتر که رفت. به زور نگه داشتنش چه فایده ای داره؟ برو بابا، بیبری. میگم به نظرت یه چند تا خشاب خالی قرصم استوری کنم، فکر کنه همشونو خوردم؟ فکر خیلی خوبیه.